سلام به بروکس گنگ یوتیوب. حالتون چطوره بچه ها؟ چه خبرها؟ آقا ما یه مدت نبودیم و این داستان ها. خلاصه اومدم با یه ویدیوی آموزشی خیلی خفن، یعنی مثلش نیست، آموزش این که چطور یوسی رایگان بگیریم. پشمام. خلاصه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، از همین الان اون لایکو بزن، اون سابو بزن. خلاصه دیگه یه یوتیوبر ناشی اومده دیگه، خلاصه کارتون نباشه این لایک و سابو حتما بزنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. برو بزنیم بریم دیگه. چیه؟ برو بریم سراغ ویدیو. رفقا شما بعد اینکه داخل ربات ثبت نام کردید یه همچین صفحه روبرو میشید که شامل چند تا بازیه. یکیش بازی سوالای 4 گزینه‌ایه و اینکه شما اگه این میشنا رو تکمیل کنید 15 تا پوینت میگیرید و یکی از بازی‌ها بازی شیر یا خطه که شما شانستون تقریبا 1/2 و بازی بعدی گردونه شانسه که شما نسبت به اون عدد پوینتاتون رو چندین برابر میکنه اگر درست حد زده باشید. بازی بعدی یه نوع بازی شانسه که شما 2 تا پوینت میدید و اگر درست حدس بزنید پوینتتون 2 برابر میشه و اگر نه همون مقدار پوینتی که داخل جعبه بوده رو بهتون میده و اگه تمام این میشنا رو تکمیل کنید به شما 15 تا پوینت مثبت میده. خب بعد اینکه شما پوینتاتون رو جمع کردید میاد داخل این قسمت و میتونید که یوسیاتون رو سفارش بدید، یعنی اون قسمتی که داره 60 یوسی و 325 یوسی. اگه 70 تا پوینت داشته باشید میتونید 60 یوسی رو بزنید و دریافت ریدیم کد کنید. اینجا میبینید که من میزنم و به من میگه که داخل بک من یه نوع ریدیم کد هست و میرم اون داخل ریدیم کدم رو انتخاب میکنم و وارد سایت میداسپای میشم. اینجا خودش هم توضیح داده وارد میداسپای بشید و قسمت ریدیم کد رو کپی کنید و آیدی عددیتون رو بزنید. خب رفقا بعد اینکه ما ریدیم کد یوسی رو دریافت کردیم میایم داخل سایت میداسپای و اونجا شروع به ثبت نام میکنیم. تاریخ تولد و جیمیل یا فیسبوکمون رو میزنیم و ثبت نام میکنیم. این صفحه هم که دیگه نیاز به کرییت پسکد نیست و روی دفتر میزنید. بعد این از شما آیدی پابجی موبایلتون رو میخواد. میرید داخل پابجی آیدیتون رو کپی میکنید و برمیگردید به داخل سایت میداسپای. بعد اینکه آیدیتون رو داخل سایت میداسپای کپی کردید وای میسید که آیدی شما تایید بشه. بعد اینکه تایید شد میایید قسمت اینتر ریدیم کدی که ربات بهتون داده رو اینجا کپی پیست میکنید. رفقا یه نکته خیلی مهم است، اگه نمیتونید کپی پیست کنید حتما باید دقت کنید که حروف کوچیک یا بزرگ رو رعایت کنید، چون حتی اگه یک کلمه کوچیک بزرگ رو اشتباه کنید ریدیم کد شما باطل به حساب میاد. پس دقت کنید تو زدن ریدیم کد. بعد اینکه ریدیم کد خودتون رو کپی پیست کردید روی اوکی میزنید و وارد یه صفحه میشید که باید تایید کنید ریدیم کدتون رو. موقعی که تایید کردید ریدیم کد رو همون موقع یوسی براتون شارژ میشه و میتونید برید داخل اکانتتون رو چک کنید. خب رفقا بعد تاییدیه من وارد اکانت پابجی میشم و چک میکنم که ببینم یوسی های من واریز شده یا نه. همونطور که میبینید یوسی های من واریز شده 60 تا یوسی. خوشحال میشم که حتما چنل رو ساب کنید و یه کامنت انگلیسی هم بذارید.